کنم صورتم چاق بشه. اگه شما دنبال پیدا کردن راهکارهای چاق شدن صورتتون هستین و دلتون میخواد صورتتون توپل بشه، بهتون پیشنهاد میکنم تا آخر این ویدیو با من همراه باشین، چون این ویدیو دقیقاً مناسب شماست. سلام، من نازنین جعفری هستم، کارشناس تغذیه و رژیم درمانی. اومدم امروز بهتون بگم که چیکار بکنید تا صورتتون چاق و توپل بشه. قطعاً همه شما تا حالا حتی برای یه بارم که شده یه سری ویدیوها رو دیدین که میان یه سری مواد غذایی رو مثلا ژله، عسل، یه سری چیزای عجیب غریب رو معرفی میکنن و بهتون میگن که اگه میخواین فقط صورتتون توپل بشه این مواد رو مصرف بکنید. اما حالا من چرا اینجام؟ من اینجام تا به عنوان یه فردی که تا الان حداقل حدود 7 سال به طور تخصصی رشته تغذیه و رژیم درمانی رو خوندم، بهتون بگم که تا الان که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم هنوز مواد غذایی اونقدر هوشمند نشدن که بخوان یه قسمتی از بدنتون رو به طور خاص چاق یا لاغر بکنن و اثری روی قسمت‌های دیگه بدنتون نداشته باشن. یعنی اینطوری نیستش که بخوایم ما بگیم یه سری مواد غذایی هستن که مثلا باعث لاغری شکم میشن، یه سری باعث چاق شدن صورت میشن، یه سری هیچ تأثیری روی صورت ندارن و فقط روی شکمتون رو میتونن لاغر بکنن. اینجوری نیستش، حداقل تا الان که اینطور نبوده. یعنی مثلا اینطور نیستش که بگیم خب من الان قراره این جوانه گندم رو بخورم، این جوانه گندم قراره بره تو صورت من باعث توپل شدن صورتم بشه. نه، اینطوری نیستش، خیالتون راحت باشه. خب حالا ما با یه سری از افراد مواجه هستیم که کلن لاغرن، کلن اندامشون لاغره و وزنشون پایینه. این افراد دلشون میخواد وزنشون اضافه بشه، در کنار اینکه وزنشون داره زیادتر میشه صورتشون هم یه مقدار توپل بشه. من برای این افراد یه سری توصیه دارم که با انجام دادن این نکات و رعایت این موارد میتونن به توپل شدن و پر شدن صورتشون به مرور زمان در کنار اینکه داره وزنشون افزایش پیدا میکنه کمک بکنه. نکته اولی که میتونم بهشون بگم اینه که کالری دریافتیتون رو افزایش بدید. نکته بعدی، به جای اینکه 3 تا وعده غذایی پرحجم در طول روز داشته باشین، این 3 تا وعده رو بیاین بکنین 6 تا وعده کوچیک‌تر، کم حجم‌تر اما با کالری بالاتر. یه نکته مهمی که برای حفظ سلامتی و شادابی و جلوگیری از افتادگی صورت وجود داره کلاژنه. کلاژن یک پروتئینی که تو یه سری از بافت‌های بدن وجود داره و جزء اصلی اونها هستش. اینجا من میخوام به پوست اشاره بکنم. کلاژن یک پروتئینی هستش که تو ساختار پوست وجود داره. چی کار میکنه؟ کمک میکنه که خاصیت ارتجاعی پوست حفظ بشه، همچنین آب رو تو پوست نگه میداره. خود همین مورد و خاصیت کلاژن میتونه کمک بکنه که پوست صورتتون مخصوصا افتاده نشه و پرتر به نظر برسه. خب حالا ما میتونیم چی کار بکنیم؟ میتونیم مواد غذایی که حاوی پیشسازهای کلاژن هستن و توی رژیم غذایی روزانمون بگنجونیم. این مواد چیا هستن؟ مواد پروتئینی، منابع پروتئینی مثل چی؟ مثل گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ، لبنیات. این مواد حاوی پیشسازهای کلاژن هستن که پیشسازهای کلاژن تو بدن میتونن تبدیل به کلاژن بشن. همین کلاژن کمک میکنه که پوست صورتتون مخصوصا افتاده نشه. مورد بعدی که خیلی 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 مهمه، میوه ها و سبزیان، مخصوصا توی رنگ‌های مختلف، چون هر کدوم از اینا رنگ‌های مختلفشون نشون میده که یک ماده معدنی، یک ویتامین، یک مینرال، یک فیتوکمیکال، یک ماده خیلی خوبی برای بدن داره که هر کدوم از اینها میتونن کمک بکنن به حفظ شادابی پوستتون و همچنین حاوی آنتی اکسیدان هستن که رادیکال‌های آزاد رو خنثی میکنن، باعث میشن که پوستتون زود چروکیده و پیر نشه و همین باعث میشه که پوستتون مخصوصا صورتتون پرتر به نظر برسه. مورد بعدی دریافت آب و مایعاته. خیلی از افراد به خاطر اینکه آب ناکافی تو بدنشونه و بدنشون دهیدرات است، صورتشون افتاده و شل به نظر میرسه و همین دریافت آب و مایعات کافی در طول روز میتونه کمک خیلی خیلی زیادی بکنه تا پوستتون تا صورتتون تو پرتر و شادابتر به نظر برسه. مورد بعدی
آجیل ها دانه‌های روغنی هستند. آجیل ها دانه‌های روغنی حاوی ویتامین ای هستند. ویتامین ای آنتی اکسیدان جلوگیری میکنه از افتادگی صورت. چند تا مورد مهم دیگه هم وجود دارن که برای حفظ سلامت صورتتون، نه فقط به خاطر تو فرو رسیدنشون، باید بهشون توجه بکنید. اولیش خواب کافیه. خواب شبانه کافی داشته باشید. استرستون رو کنترل بکنید. میدونم سخته، تو دنیای امروز ما کنترل استرس سخته. ما هممون تو زندگیمون استرس رو تجربه میکنیم. اما اگه بتونیم با یه سری روشامون رو کنترل بکنیم خیلی اهمیت داره. مورد بعدی استفاده از کرم ضد آفتاب. حتما تو طول روز از کرم ضد آفتاب استفاده بکنید. نکته آخری که میخوام دوباره روش تذکر بدم اینه که تا این لحظه هیچ ماده غذایی هوشمندی وجود نداره که بتونه یک قسمتی از بدنتون رو پرتر بکنه، چاقتر بکنه، توپلتر بکنه و یه قسمتی رو لاغر بکنه. یادتون باشه چاقی و لاغری موضعی از طریق تغذیه نداریم، فقط از طریق دستگاه‌های لاغری یا انجام عمل‌های جراحی میتونین یه قسمتی از بدنتون رو چاقتر یا لاغرتر بکنید. مرسی که تا اینجا با من همراه بودین. ممنون میشم این ویدیو رو برای دوستانتون بفرستین تا افراد بیشتری بتونن این ویدیو رو ببینن و از این واقعیت آگاه بشن. و اگر براتون مفید بود ویدیو رو حتما لایک بکنین و کانال من رو هم سابسکرایب کنین.